سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم حال همتون خوب باشه. من علی لوزرو هستم و خیلی علی لوزرو هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها ببینید، من توی اینستا چند تا استوری گذاشتم که دیگه رنگ اپ کنسله. از این به بعد قراره ویدیوها رو بیشتر کنیم و کیفیت ویدیوها رو ببریم بالا و تعداد ویدیوها رو بیشتر کنیم و روی ویدیوها فوکوس کنیم و تمرکز کنیم تا به هدفی که داریم زودتر برسیم و پیشرفتمون بیشتر باشه. فوکوس ببین، اینجوریه که من رنگ کد میکنم، خب ولی چون که یار خاصی ندارم اکثر بازی هایی که میرم میبازم و تو هر بازی 5-6 تا کیل میزنم و همشو میزنم. اکثر بازی ها رو میبازم، کلا تلاشم میکنم 5-6 تا کیلو میزنم، بعد 7-8 تا کیلو میزنم، ولی مثلا دیگه چون یار خاصی ندارم، مثلا من 2 تا مچ رفتم پشت سر هم، یکی شرف اومد کلا 55 شدم بدون کیل باخت، 4-0 باختیم. بعد موقع 6 تا کیل زدیم. بعد مچ بعدیش 2 تا اسکول افتادن، یکی 100 دمیج 0 کیل، یکی 900 میگم 190 دمیج یکی، بعد همونجوری 4-1 باختیم. و چه اسکولایی میافتن که باعث میشن که نتونیم بریم بالا و یارامون اذیت میکنن. خب بعد ندید دیگه. و ببینید دیگه بچه‌ها، من الان رفتم به ویژه شده 63. من دیروز رنگ می‌کردم این 56 بود و من رنگم 55 بود. بعد اون بازی 9 دست باختیم و رنگم دوباره اومد روی 50، ولی الان آوردیم 54. ولی قراره که رنگ کنسل کنیم. ویدیو هم 3 بار در هفته میشه، لانگ ویدیو هم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و شورت ویدیو هم هر روز میشه و همون شورت ویدیوها رو ریلز توی اینستا میذاریم. و همین دیگه بچه‌ها، من بویاپزم گرفتم، میخواستم شورت ویدیو کنم که نخواستم چه نکردم ویدیو. آره دیگه. و همین دیگه بچه‌ها، من میخواستم همین رو بگم و این از این امروز لانگ ویدیو امروزمون ولی قراره لانگ ویدیوهای بعدی گیم باشه، حالا هر چیزی باشه، ولی خب دیگه. و همین دیگه کنسل رنگ. خب الان داریم قراره میریم رنگ اپ کنیم. شب میرم یه ویدیو میگیرم، میام شورت ویدیو میگیرم و این ویدیو هم قرار ساعت 6 بیاد. شورت ویدیو همون قرار ساعت 8 بیاد، لانگ ویدیو هم قرار ساعت 6 بیاد و شورت ویدیو هم توی اینستا و هم توی یوتیوب قرار ساعت 8 بیاد. شاید توی اینستا یه ذره دیرتر، 5-6 دقیقه دیرتر، 10 دقیقه دیرتر بیاد، چون قرار اول یوتیوب بذاریم ویدیو رو. آقا عشقی، دوستتون دارم، فداتون بشم. امیدوارم که بتونیم زودتر به جای خواستیم برسیم. و راجع به گیل، این که اصلا چیزی از این گیل نمیدونم و قرار فقط تک بزنیم با رفیقم و رفیقم ایشون هستش، امیر اسمش، که قراره که ایشون لقبشون بشه نیکنیمش دیمو و لیگ منم شده لوزرو و قراره که یه نیکنیم تگ گیل رو بزنیم با هم و منم قراره بزنم و هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم و همینطوری گیل ساده زدم و اگه خواستید به یه جایی رسیدیم و بعدش خواستید یا همین گیل اگه شرایطش جور شد و اگه شرایط این وجود نداشت، یه گیل جدید میزنیم دیگه. آقا دوستتون دارم، فدای همتون بشم. لایک کامنت ساب فراموش نشه. حتما حمایت کنید به جایی که میخوایم برسیم و قراره که کلی جوایز و سورپرایزا واسهتون داشته باشیم. عشق منید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.